آقای آزادی سلام. بیماری که تشنج کرد آیا باید به زور فکشو باز کنیم یا نه؟ سلام. بیماری که داره تشنج میکنه اکثر مردم فکر میکنن چون فکش قفل شده خفه میشه، پس سعی میکنن به زور فکش رو باز کنن، در صورتی که همچین کاری نیاز نیست ما انجام بدیم، چون بیمار از بینی نفس میکشه. و اینکه ما باید از بیمار مراقبت کنیم. اگر جایی هست لبه پرتگاه سر بیمار به جای برخورد نکنه، جلوی حرکت دست و پای بیمار رو نگیریم و اجازه بدیم تشنجش تموم بشه و بعد از تشنج هم بیمار رو به پهلو بخوابونیم و با اورژانس تماس بگیریم تا زمانی که اورژانس میرسه تنفس و نبض بیمار رو چک کنیم. ببینید وقتی که زبون بین دندونا گیر میکنه، ما کافیه که فقط با دستامون مایچه‌های دو طرف فک رو ماساژ بدیم، یه مقداری که فک شلش و زبون رو بفرستیم داخل و فقط مراقبت از بیمار رو انجام بدیم. و اینکه بیمار به هیچ عنوان نباید مصرف داروهاش رو فراموش کنه. چرا؟ چون که بیمار ممکنه توی یک موقعیت پرخطری مثل رانندگی قرار بگیره و اگر بیمار تشنج کنه ممکنه که اتفاقات جبران ناپذیری رخ بده. آقای آزادی سلام. بیماری که تشنج کرد آیا باید به زور فکشو باز کنیم یا نه؟ سلام. بیماری که داره تشنج میکنه اکثر مردم فکر میکنن چون فکش قفل شده خفه میشه، پس سعی میکنن به زور فکش رو باز کنن، در صورتی که همچین کاری نیاز نیست ما انجام بدیم، چون بیمار از بینی نفس میکشه. و اینکه ما باید از بیمار مراقبت کنیم. اگر جایی هست لبه پرتگاه سر بیمار به جای برخورد نکنه، جلوی حرکت دست و پای بیمار رو نگیریم و اجازه بدیم تشنجش تموم بشه و بعد از تشنج هم بیمار رو به پهلو بخوابونیم و با اورژانس تماس بگیریم تا زمانی که اورژانس میرسه تنفس و نبض بیمار رو چک کنیم. ببینید وقتی که زبون بین دندونا گیر میکنه، ما کافیه که فقط با دستامون مایچه‌های دو طرف فک رو ماساژ بدیم، یه مقداری که فک شلش و زبون رو بفرستیم داخل و فقط مراقبت از بیمار رو انجام بدیم. و اینکه بیمار به هیچ عنوان نباید مصرف داروهاش رو فراموش کنه. چرا؟ چون که بیمار ممکنه توی یک موقعیت پرخطری مثل رانندگی قرار بگیره و اگر بیمار تشنج کنه ممکنه که اتفاقات جبران ناپذیری رخ بده.